تا حالا به این فکر کردی چرا توی کشور مدرن با اینکه شاید میلیون ها نفر عمیقاً مؤمن باشن ولی قانون نهایی رو نه واعظ کلیسا می نویسه نه شیخ مسجد؟ این یه پارادوکس بزرگه. چرا ما با عشق خدا رو تو قلبمون میپذیریم ولی تو سیاست ترجیح میدیم بی‌طرفی رو انتخاب کنیم؟ پاسخش تاریخچه‌ای پر از درد و خونه. تاریخچه‌ای که به ما یاد داد ایمان برای زنده موندن باید از وسوسه قدرت سیاسی فاصله بگیره. این ایده عجیب اسمش سکولاریسمه. برای قرنها تو بخش بزرگی از جهان خدا و حکومت اصلاً از هم جدا نبودن. پادشاه میگفت سایه خداست روی زمین. کلیسا، نهاد دین، تقریباً همه چیز رو کنترل میکرد. از علم و دانش گرفته تا ازدواج و حتی نوع لباس پوشیدن مردم. اینجا بود که مشکل شروع شد. وقتی یه نهاد قدرت میگفت من حقیقت مطلق رو دارم، دیگه نیازی به پرسیدن نبود. نتیجهش چی بود؟ علم خفه میشد، آزادی فکر از میان میرفت و هر کسی که عقیدش فرق داشت مجازات میشد. مردم کم کم به این نتیجه رسیدن که اگر دین حقیقت مطلقه و برای همه خوبه، چرا باید برای حفظش این همه ترس و خشونت به کار بره؟ سکولاریسم از واژه لاتین ساکولوم میاد، یعنی دنیوی یا مال همین دنیا. ایده سکولاریسم به وجود اومد که باید بذاریم سیاست قوانینش رو از عقل و نیازهای واقعی انسانها بگیره، نه از وعده‌های آسمانی. جریان تاریخی انقلاب بزرگ وجدان وقتی تو اروپا اوج گرفت که متفکری مثل جان لاک اومد و گفت هدف دولت این نیست که مردم رو به زور مومن کنه. هدف دولت فقط یه چیزه، محافظت از آزادی، زندگی و مال همه شهروندا. جان لاک تایید کرد دولت نباید از قدرتش برای تحمیل عقاید استفاده کنه. چرا؟ چون دین یه مسئله کاملا فردی و وجدانیه. اعتقاد رو نمیشه با قانون و زور شمشیر تو دل کسی جایی کرد. در واقع سکولاریسم یعنی دولت بی‌طرفه. یعنی دولت یه داور منصفه، نه طرف مسلمونه، نه مسیحی و نه حتی طرف بیدین. همه شهروندا با هر باوری در برابر قانون یکسان و برابرن. باور تو توی خونه و توی وجدانت محترمه، اما نمیتونه تعیین کنه بقیه چطور زندگی کنن یا قانون چه چیزی باشه. این ایده راه رو برای آزادی فکر باز کرد، چون دیگه دانشمند از متهم شدن به کفر نمیترسید و نقد میتونست رشد کنه. بسیاری میگن سکولاریسم یعنی ترویج بیدینی. نه، این یه سوء تفاهم بزرگه. سکولاریسم نه علیه خداست نه علیه مسجد و کلیسا. اون فقط میخواد جای قدرت و ایمان رو جدا کنه. ایمان برای معنا، سیاست برای اداره جامعه. این مکتب به ما یاد میده که اخلاق لازم نیست حتما از ترس عذاب بیاد. اگه تو به دیگری کمک کنی به خاطر اینه که میخوای جهان جای بهتری باشه، نه لزوماً به خاطر وعده بهشت. اینجاست که ایمان انسانی تر میشه. وقتی ایمان از دل انتخاب آزاد تو میاد، نه از اجبار قانون، اون موقع واقعاً اصیل و قوی میشه. امروز بیشتر کشورهای موفق دنیا بر پایه همین اصل اداره میشن. دولت‌ها بی‌طرفن. تو میتونی هر عقیده‌ای که میخوای داشته باشی، اما قانون برای همه یکیه و همین بی‌طرفیه که باعث میشه آزادی نفس بکشه. این یه یادآوریه که هیچ کس نباید خودش رو نماینده ی حقیقت مطلق بدونه و قدرت رو با تقدس قاطی کنه. سکولاریسم نمیگه باور نداشته باش، میگه باورت رو تحمیل نکن، چون آزادی تنها جایی رشد میکنه که سیاست از بازی قدرت‌های مقدس جدا بمونه. اینجا کانال پلاگیوسه. ممنون که همراه ما هستید.